اینجا آتشکده آدوریان. اومدیم با یه موبد صحبت کنیم. موبد همون روحانی دین زرتشته. آتشکده هم یه جورایی شبیه مسجد شونه. گفتیم بریم گفتگو ادیان کنیم ببینیم چی میشه. بخوام بگم خدمت هم داشته که من 100 سال پیش برمیگرده. 100 سال پیش وقتی که زرتشتی آورد که بیشتر ثابت شدن که غیر و غیره تصمیم برای شد که یادداشت کنیم که تهران من زمانی که کشف زرتشت در به پیامبر میرسه، خب خدای خودش اهورامزدا تعریف میکنه و یه دانای کل هستی بخش و چون نگاهش این بوده که خدا دانای کل نزدیکتر مسئله تصمیه به دانای کل میشه نور. چون انسان همونجوری که با نور میتونه جهان رو ببینه، همین نوره که میتونه انسان رو به حقایق دیگر چشمش رو روشن بکنه. برای همین قبله زرتشت میشه نور و زرتشت صبح رو به طلوع خورشید، شب رو به غروب نگاش میکنن و آتشکده ها در حقیقت میشه مرکز نیایش زرتشتی ها، برای اینکه شب‌ها داره هم هستن و کلا هم برای جشن صده این آتش مرکز شد. خشنامت اهورامزدا به خوشنودی اهورامزدا. من موبد پدرام سروشپور عضو انجمن موبدان هستم. یه سوالی که بود این بود که در مورد یکتاپرستی کوروش، اینو ما گفتیم ببینیم چه متخصص دقیقش بپرسیم. خب برای اینکه رویم به جوابش برسیم باید برگردیم به خود زرتشت یا دقیقاً دوره اشوزرتشت و چیزی که مشخص از خود اشوزرتشت کتابی باقی مونده به اسم گاهان. اون کاملا اهورامزدا یا خدای یکتا نه یک بار بلکه تو تمام بندهاش به دفعات تکرار شده مشخصه و به همین دلیل هم هستش که بالاخره یکی از افتخارهای ایران اینه که قدیمی ترین ملت‌های یکتاپرست دنیا بودن و این پایه‌گذار یکتاپرستی در ایران ایشون بوده. ما می‌بینیم که وقتی کوروش میره وارد سرزمین‌های مختلف میشه، خیلی ساده و خیلی راحت به خدایان اونها احترام میگذاره، با خدایان اونها همراه میشه، ولی خب مثلا تو کتیبه‌های داریوش اینا خیلی قوی‌تر داریم. اما ما اهورامزدا رو میپرستیم، اما ما خدای یکتا رو میپرستیم. یعنی توی عمل و رفتار و کردارشون واسطونی که رو سعی می‌کرد داشته باشه، ولی مثلا دیگه گیر نمیداد حالا مثلا حتما شما باید زرتشتی بشید و اینا. بله اینجوری بود. دقیقاً فکر می‌کنم به این دلیل بوده که ساختار زرتشتیگری اون زمان اینقدر صلب و محکم نشده بود. یعنی بیشتر باورها و اون اعتقادات انجام میشد بدون اینکه تعصبی روی زرتشتیگری باشه. این پندار نیک گفتار نیک کردار نیک هم از اون موقع است یا بعداً مثلا چنین چیزی؟ پندار نیک گفتار نیک کردار نیک عیناً تو گاهان هستش. این اصلا روال خود پیامبری اشوزرتشت این ستیکه رو میره. چون تمام پیامبران از اندیشیدن آغاز میکنن. اول شک میکنند و هر چیزی که در زمان خودشون میگن درسته، این شک رو با اندیشه به یقین میرسونن، پس میشه اندیشه نیک. بعدش با شجاعت این رو بیان میکنن، میشه گفتار نیک. و این اندیشه نیکی که گفتار نیک اون رو بیان میکنه و در جهان گسترش میده، نتیجهش میشه کردار نیک، میشه فرشته، میشه جهان تازه. و این مختص پیامبر زرتشت نیست، تمام پیامبران من اعتقاد دارم این پروسه رو طی کردن. اما در مورد اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک عیناً توی خود در حقیقت گاهان اشوزرتشت اشاره میکنه که ما این سه بخش رو باید با همین ترتیب داشته باشیم. در مورد ماه‌های ایرانی و اسم‌گذاریشون این میشه توضیح بدید؟ ببین یکی از بخش‌های کتاب‌های اوستا ما کتاب یشت هاست. حالا این اتفاقا چیزی که هست، من گفتم که قبل از اینکه اشوزرتشت بیاد و باور به خدای یکتا رو در حقیقت مطرح بکنه، ما باور به خدایان مختلف داشتیم. ولی ویژگیش این بوده که این خدایان همه آفریننده‌های نیکی‌ها بودن. یعنی دقیقاً تمامشون دقیقاً خدای یکی از این نیکی‌ها در جهان بوده. اتفاقاً من اعتقاد دارم ملتی میتونسته به خدای یکتا برسه که خداشناسی رو از احترام گذاشتن به آفریده‌ها شروع بکنه و این ویژگی ملت ایران بوده.
و وقتی که اشو زرتشت میاد و خدای یکتا رو مطرح میکنه، اینها از رده خدای میان فرشته میشن و اسمهای روزهای ماه میشن. یعنی 30 تا اسمی که ما الان اسم میبریم که روزهای ماه هستن، 30 تا فرشته هستن که قبل از اشو زرتشت جایگاه خدایی رو داشتن و اینها میان اینجا جایگاه فرشته میشن، فرشته نگهبان آفریدهای خدا در روی زمین، که به این دلیل ما ماهامون 30 روزه بوده: اورمزد، بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، خرداد، مرداد، دی آذر، آذر، آبان، خیر، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، سروش، رشن، فروردین، بهرام، رام، باد، دی بدین، دین، ارد، اشتاد، آسمان، زامیاد، مانتسبن، انارام. این 30 تا دقیقاً 30 تا ایزدانه. تک تک اینها معنی دارن که دقیقاً میاد اون ایزد رو تفسیر میکنه که چی هستش. 6 تا اولیش که با اورمزد میشه 7 تا، اینها خاص هستن و اینها رو ما بهشون میگیم امشاسپندان، چون عیناً خود اشو زرتشت تو گاهان آورده. یعنی اگه بقیه‌اش از مثلا تاریخ گذشته گرفته شده، اینها جزء ابداعات خود اشو زرتشتن که ما اگه بخوایم بگیم اورمزد، بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، خرداد و مرداده، که ما بهشون میگیم اینها مراتب عرفان. یعنی تو گاهان حالت 34 اصلا اومده که اگر انسان بتونه این پله‌های عرفان رو دقیقاً طی بکنه، میرسه به مزدا، میرسه به اون هدفی که میخواد انجام بشه. ولی خب طبق همون سنت ایرانی، اینها انطباق خودشون رو بر آفرینش هستی هم حفظ کردن. حالا اگه بخوام بگم، نخستینش بهمنه. بهمن به معنی اندیشه پاک و اصلا جایگاه وحی رو تو دین زرتشتی داره. یعنی تو بعدا توی مثلا نسخه‌های اوستایی وقتی میخوان بگن که خدا به اشو زرتشت انتقال داد، میگن به کمک بهمن این انتقال رو داد. و سهروردی میگه بهمن نور عقرب، یا میگه اون نور عقرب یا نزدیکترین نور به خدا همون چیزی هستش که زرتشتی‌ها بهش میگن بهمن. و نکته بعدی هم که وجود داره اینه که نمادش سپیدیه. یعنی ما ایرانی ها سفیدترین ماه سالمون رو اسمشو میذاریم بهمن، چون اعتقاد داریم اگر نیک‌اندیشی در جهان گسترش پیدا بکنه، میشه همون در حقیقت صلح و آشتی، و برای همین ما رنگش رو سفید میذاریم. دومیش اردیبهشته که به معنی بهترین راستی ها هست. این اساس اخلاق تو دین زرتشتیه. یعنی ما اعتقاد داریم که اگه ما راستی رو به معنای کاملش، بدون هیچ تبصره، بدون هیچ شرط و شروطی تو جهان خودمون نهادینه بکنیم، هیچ بدی باقی نمیمونه. تنها چیزی که بدی‌ها امکان بقا میده دروغه، فریبه، ریاست. پس به همین دلیل راستی شده سرچشمه تمام نیکی‌ها. این دومین بعدش هستش. سومین شهریور یا تواناییه. توانایی یعنی که حرکت کردن، یعنی در جا نایستادن. یعنی تو این جهان اومدی که از زمانت استفاده کنی، اومدی تلاش کنی، اومدی پیشرفت بکنی، اومدی به توانمندی برسی. ولی توانمندی که اساسش بر اندیشه و راستیه. یعنی این دوتا با همدیگه میتونن تو رو به توانمندی واقعی برسونن، نه توانمندی ظاهری، همون چیزی که دیگه عرفان و دقیقاً ادبیات ما پر از دقیقاً اون قضیه. حالا اینجا چون سوال اول در مورد هخامنشیان بود، من همینجا پیوندش رو بگم. وقتی تو کتیبه داریوش میگه اهورامزدانی کشور از سه چیز دور نگهدار: دروغ و دشمن و خوش‌ساری. دروغ همون مقابل اردیبهشت یا بهترین راستی‌هاست. دشمن اصلا واژه‌اش دژمنه. این بهمن اون دژمنه. دشمن به معنی دشمن ظاهری نیست، معنی منش بده، معنی کسایی که منششون بده، و اون مقابل بهمن قرار گرفته و اون خوش‌ساری مقابل شهریوره. شهریور به معنی توانمندی و اعتقادشون چون زمین کشاورزی بوده، اون سالی که دقیقاً خوش‌ساری میشه ما دیگه اون توانمندی رو نداریم. میخوام بگم این ارتباط بین هخامنشیان و مفاهیم زرتشتی رو می‌بینیم، ولی اونقدر رو زرتشتیگری بودنشون تاکید نمی‌کنن. چیزایی مثل شب یلدا یا چهارشنبه سوری مثلا، اینا چیه، چجوریه مثلا؟ چهارشنبه سوری خیلی نزدیک‌تره به باورهای زرتشتی. چهارشنبه سوری قضیه این بوده که من گفتم ما 30 تا ماه 12 روزه داریم، 5 روز آخر ماه خاص بوده برای ما. این 5 روز قبل شروع 5 روز زرتشتی‌ها میرفتن پشت بوم آتش روشن میکردن. اعتقاد داشتن که توی این 5 روز روان درگذشتگان به خونه‌های خودشون برمیگردن، به نوعی جشن رو شریک میشدن با درگذشته، به خصوص درگذشته که اون سال بوده. یعنی به احترام درگذشته پشت بوم خونه آتش اهمیتش هم توش یزد و اینا کاملا انجام میشه. و روز شب نوروز دوباره آتش روشن میکردن و این روانها رو بدرقه میکردن و از نوروز جشن نوروز شروع میشد و این داستان‌ها. و اعتقاد بر اینه که دقیقاً چهارشنبه سوری یک کپی برداری از این رسم زرتشتی است. یعنی همونجوری که زرتشتی‌ها این مثلا پرز بشه، خب ما چون هفته نداشتیم یه جوری برداشت شده و این چهارشنبه سوری اومده تو صحنه ملی هم به صورت این صورت مونده. حالا حتی بحث‌های تاریخی هم داره که اون پیروزی ابومسلم هست بر آخرین خلیفه عباسی و که میگن شب چهارشنبه بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی بیشترین بعدش این قضیه هستش که وجود داره. شب یلدا از نظر مثلا چیز دقیق بخوایم بدونیم، اونقدر قوی به زرتشتی نمیتونیم بگیم وابسته است، ولی به این اعتقاد که زرتشتی خب قبلهشون نور بوده و
خورشید به واسطه اینکه منبع نور ما بوده، تامین نور ما بوده، جایگاهی داشته. این اومده توی فرهنگ ایرانی و تطبیق پیدا کرده با اون پیروزی نور بر تاریکی، با اون که بالاخره طولانی ترین شب سال هم به نور و روشنایی دقیقاً ختم میشه و به این صورت دقیقاً با فرهنگ ما تلفیق شده. بخششون آفریده های مادی، بخش آفریده های معنوی. یعنی ما همون آب و آتش و زمین و اینها داریم که خدای خودش هستش، ما خدای مهر داریم، خدای عهد و پیمان بوده، خدای راستی داریم و اینها دقیقاً یک بخشش هم دقیقاً اون آفریده های معنوی هستش که توی جهان ما بوده. حالا این 30 تا که شد، پس ما 12 تا ماه 30 روزه داشتیم که هر روز ماه اسم مشخصی داشته و جالب اینه که اسم این 12 تا ماه هم توی این 30 تا گنجونده شده. یعنی ما روز 19 هر ماه اسمش فروردینه. مثلا من روز 19 خرداد میگم روز فروردین از ماه خرداد، چون ما هفته نداشتیم تو ایران باستان. روزها رو اسم روزا میگفتیم، بعدش اسم ماه رو. و اون ماهی که اسم روز و اسم ماه با اون روزی که اسم روز و ماه با هم برابر میشده میشه جشن ویژه اون ماه. یعنی روز 19 فروردین میشده جشن فروردینگان. چرا؟ چون روز فروردین از ماه فروردینه. روز مثلا 6 خرداد میشده جشن خردادگان، چون روز خرداد از ماه خرداده. 16 مهر مثلا یا چی مثلا میشه جشن مهرگان. اینا حالا اینکه 16 مهر چرا شده 10 مهر، دلیلش اینه که توی تقویم ایرانی ما تقویم 31 روزه شد. یعنی ما توی تقویم زرتشتی 12 تا ماه 30 روزه داریم، اون 5 روز آخر رو جدا بهش میگیم گاتابیو. یعنی ما 12 تا 30 روزه میشه 360 روز، 5 روز و گاهی یه روز 6 روز اونها ماه گاتابیو هست که به پیشواز نوروز رفتن، جزء ماه اسفند حساب نمیشد، یه ماه جداگانه بوده، یه ماه کوچیک جداگانه که بیشتر آیینی بوده، مراسمی بوده. برای همین الان که شده 31 روزه، اینا هر ماه یه روز میریم عقب. یعنی روز 16 مهر مثلا افتاده 10 مهر که ما جشن مهرگان رو میگیریم. این هم چجوریه اون جشن‌ها؟ الان هنوزم هست یا نه مثلا؟ ببینید بعضی جشن‌ها هم حقیقتش بیشتر ملیه، چون گفتم برمیگرده به قبل از اصلا. برای همین بیشترشون یه سری اسطوره‌ها پشتشونه. مثلا جشن مهرگان اسطوره‌اش پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاکه که دقیقاً اون روزی هستش که ضحاک شکست می‌خوره، میشه جشن مهرگان. جشن تیرگان اسمش روشه، روزی هستش که آرش کمانگیر جانش خودش رو در تیر میذاره و دقیقاً به قیمت جان خودش مرزهای ایران رو حفظ میکنه. پس یه سریش اینا جشن‌های اسطوره‌ای به این صورت هستن. ولی 3 تا جشن خیلی مهم داشتیم که ما یکی نوروز بوده، یکی مهرگان بوده و یکی سده، که اینها حتی تا سالیان گذشتن به وسیله همه ایرانی‌ها برگزار می‌شده. مهرگان و نوروز که خیلی بزرگ بوده، سده هم که دقیقاً ماه پیش ثبت جهانی شد و امسال به امید خدا داریم بزرگ برگزارش می‌کنیم. جشن پیدایش آتشه که اون هم برمیگرده به قبل از زرتشت و جشنی هستش که در اون روز اعتقاد داریم هوشنگشا آتش رو کشف کرد و آغاز دوره صنعتی تو ایرانه و ایرانی‌ها در کنار کشف آتش جشن گرفتن و شادی کردن رو هم دقیقاً وارد فرهنگ خودشون کردن. که این 3 تا جشن خیلی بزرگ بوده. ولی جشن دیگه‌ای هم که مهم بوده، مثلا تیرگان رو زرتشتی‌ها میگیرن چون ایزد تیر ایزد نگهبان باران بوده و اینا ماه تیر آب بازی می‌کردن و دقیقاً رسمی هستش که همزمان زرتشتی انجام میدن. اسفند ایزد مهم بوده، جشن مهمی بوده، جشن اسفندگان جشن زمین و زن بوده، چون هر دو نماد زایندگی هستند. در این روز هم پاسداشت زمین بوده هم زنان و به نوع اینها با نیایش جشن اسفندگان میرفتن به پیشواز یک سال کشاورزی خوب، یعنی دقیقاً سالشون رو از جشن اسفندگان با این آغاز می‌کردن. ولی بقیه جشن‌ها با یک سری سنت‌های کوچکتر برگزار میشه. بنا به اون فلسفه که مثلا جشن آذرگان چون آتش میان تو آتش کرده ها، جشن خردادگان چون سمبلش آب میرفتن کنار رودخانه ها، مثلا امردادگان میرفتن تو سبززارها و دقیقاً جاهایی که درخت هستش و گیاه هست، بر اساس فلسفه‌ای که داشتن. اون بحث ثنویت یا اینکه میگن اهریمن و اهورا، اون چجوریه؟ مثلا میخوام ببینم اهریمن نقشش مثل یک فرشته بوده یا نه مثلا یه چیز آدمی بوده؟ این نگاه چجوریه به اون؟ گفتم یکی از بزرگترین چالش‌هایی که برای رسیدن به خدای یکتا بوده همین نیکی و بدی یا خوبی و بدی بوده که ما اولا نمیتونیم بدی رو توجیه کنیم چون بدی رو میبینیم وجود داره. پس هر کی بگه نه این بدی، دقیقاً احساس میکنید بدی ولی بدی نیست که نیست، پس بدی وجود داشته. دو اینکه وقتی از خالق یکتا صحبت میکنیم بالاخره توی اون سلسله مراتب علت و معلولی میرسیم به یک علت واحد دیگه. پس علت اون آفریده شدن بدی ها هم به خدا میرسید دیگه. پس این خدا چجوری میتونه خودش آفریننده بدی باشه و غیره و غیره. برای همین میگم زرتشت که جزء نخستین کسانی بود که رسید بین اول این چالش رو حل کرد. یعنی اصلا هاتسی که میاد میگه من قبل از این که اصلا بیام از خدای یکتا صحبت بکنم، از پرستشون صحبت بکنم، میخوام از این دو مینو صحبت بکنم، یکی سپنتا مینو و یکی انگرم مینو. سپنتا مینو بهش میگیم خوی نیک و انگرم مینو میشه خوی بد. میگه زمانی که انسان آفریده شد، انسان از ذره‌ای از اون دانایی خدا که مزدا هست آفریده شد
اما این دانایی به دلیل اختیاری که داره میتونه به سمت مزدا یا اصل خودش حرکت کنه، پیشرفت کنه، میتونه به سمت بدی یا پسرفت یا درگن کاهش یا زیان دنیا حرکت بکنه. اون زیان کاهش دنیا میشه پسرفت. میگه اگه به سمت مثبت حرکت کنه نیکی میآفرینه، اگه به سمت بدی، به سمت پایین یا نقصان حرکت کنه بدی میآفرینه. ولی اینجا اتفاقی که میفته اینه که این نیکی و بدی زایده انسانه، یعنی این انسانه که میسازه و اینه که تعریف میکنه انسان داره به مبدأ خودش خدا نزدیک میشه یا دور میشه. پس این منافاتی با این نداره که آفریننده جهانی که دقیقاً معنا داره خدای یکتاست، این انسانی آفریده شده که هدفی داره تو این دنیا، این هدف رسیدن به خدای یکتاست و در راستای این هدف میتونه نیکی بیافرینه، میتونه بدی بیافرینه. اما چون که نگاه قبلی و حالا نگاه مثلا ادیان اطراف ایران مثلا هندویسم و غیره و غیره بیشتر خدای نیکی و بدی بوده، تو دوره‌های بخشی از تاریخ این یه مقدار پررنگ‌تر می‌شده، یعنی اینها می‌بودن بیشتر مقابل هم قرار می‌گرفتن. ولی چیزی که هست اینه اتفاقا تو دین زرتشتی کمتر از بقیه باورها اهریمن اصالت داشته، چون اهریمن صرفاً توی وجود خود انسان شکل می‌گرفته و انسان اگه بتونست به سمت نیکی ها بره و وجدان خودش رو در حقیقت اساس قرار بده که بیاد به کمک خردش، کلاً اهریمن از بین میرفت. سوشیانس که گفتید به معنی منجیه، درسته؟ چند تا هن؟ یه دونه است؟ چجوریه؟ سوشیانس توی گاهان 6 بار زرتشت به کار برده. هر کسی نمیتونه سوشیانس باشه. برای سوشیانس شدن باید اون 7 پله عرفان رو طی کنه، اون 7 همشاسپن، یعنی به جایگاه بهمن برسه، بهترین راستی ها رو دقیقاً تمام وجودش عین راستی بشه. اصلا میگه صفت سوشیانس از اسوت ارتا، یعنی هیچ دروغی توش وارد نباشه به صورت کامل. بعدش به توانایی برسه، توانایی آرزو شده. بعدش به سپندارمز میرسه. سپندارمز نگفتم به معنی عشق اهورایی یا ایمانه، یعنی بعد از اون 3 مرحله انسان به یه ورطه‌ای میرسه بالاتر که به باور میرسه. بعدش به جایگاه خرداد میرسه که کماله. بعدش به جایگاه امرداد میرسه که جاودانگیه. بعد از اون میرسه به سپنتامینو یا جایگاهی که ما دقیقاً بهش میگیم میشه سوشیانس. سوشیانس یعنی سودرسان بودن، یعنی تمام وجودش سود به جهان هستی. انسانی که تمام وجودش راستی باشه، توانمند باشه، فلان باشه، میرسه به جایگاهی که میشه دقیقاً سودرسان یا دقیقاً سوشیانس. در واقع مقام بیشتر تا یک فرد، درسته؟ آره، ولی بعدها توی اون دوره‌های زرتشتیگری که حالا زیاد واردش نشدم، وقتی که اوستا شکل میگیره و این داستان میشه، این سوشیانس ها یک مقدار حالت واقعی تر به خودشون میگیرن، تبدیل میشن به 3 تا سوشیانس افسانه‌ای که میشن میگن توی 3 مرحله میان، ولی اون مراحل کمال سر جاش میمونه ها. این مثلا اعتقاد داشت که وقتی که زرتشت اومده مثلا 1/3 جهان پر از نیکی میشه، 2/3 3/3 و زمانی که 3/3 شد شرایط برای ظهور اون سوشیانس نهایی یا سوشیانس آخر میاد. پس ما اوشیدر بامی و سوشیانس 3 تا سوشیانس نمادینی هستن که پس از دقیقاً اشو زرتشت اومدن و اینها صفاتایی دارن که اولیش مثلا صفتش اوکشیت ارتا هست، یعنی گسترنده راستی، دومیش اوکشیت نمه گسترنده دقیقاً نماز و سومیش که آخرینش هست بعد از زرتشت با زرتشت میشه 4 تا. سوشیانس هست که اثبت ارتا هست که دقیقاً میشه تجسم راستی. و یه اعتقاد دارن که اوکشیت ارتا خود کوروش بوده. دلیل هم دارن ها، چون شما کوروش هخامنشی رو وقتی که بررسی میکنید میبینید کوروش کسی هستش که توی کتب ادیان سامی هم به عنوان یک نجات بخش هست. تو تورات که عیناً اومده که یک نجات بخشه که از دقیقاً شرق میاد و دقیقاً اقوام رو نجات میده. و توی کتاب اون دانیال نبی اصلا یه خوابی رو دانیال نبی میبینه در مورد اون بوچ دقیقاً 2 شاخ که بعدها میشه ذوالقرنین، که اینکه دقیقاً یک بز تک شاخ میاد از وسط نصفش میکنه. اونجا به صورت مشخص میگه کسی که دقیقاً ذوالقرنین بوده کسی جز کوروش نبوده که هم حکمت هم قدرت رو همزمان داشت. یعنی شاخ به معنی فره است، ما فره حکمت داریم، فره قدرت داریم. تنها پادشاه باستانی که این دو تا رو با هم داشته حکمت و قدرت بوده. و آخرش هم علامه طباطبایی که به صورت مشخص میگه ذوالقرنینی که در قرآن اومده و به صورت مشخص هم عادل بوده، هم پدر بوده، هم فلان بوده، هم فلان، هم خداشناس بوده، کسی نمیتونسته باشه جز کوروش هخامنشی. فره یعنی چی؟ فره اون بخش ماورایی هستش، حتی میگم این باز از گاهان نیست، از اسطوره‌های ایران هستش که اعتقاد دارن یک بخشی هستش که از خدا، بخش خدایی انسانه که حالا به نوعی برداشت میشه از همون امشاسپندان. یعنی ما حکمت و رحمت و قدرت توی فلسفه چیز میشه همون بهمن و اردیبهشت و شهریور، عقل و عشق و اراده. دقیقاً این چیزایی هستش که دقیقاً میشه. بعدش تک تک اینها میتونه تبدیل به فرح بشه. وقتی فرح بشه میشه همون جایگاه ماورایی که دیگه کسی بهش دست نمیتونه پیدا بکنه. که تو شاهنامه مثلا داریم فرح ایزدی داشت مثلا. بله. همونه، درسته. دقیقاً همونه. ولی نکتهش اینه که ویژگیش اینه که فرح میتونه فرار کنه.
یعنی اگه پادشاهی حتی دارای فره باشه عمل نکنه، فره ازش فرار میکنه و میرسه به پایین. کمی که شاه جمشید این اتفاق افتاد. شاه جمشید 700 سال حکومت کرد و دقیقاً هفتمین پله عرفان رو نتونست طی کنه. گفتم هفت همشاسپند توی اون سال 700 هفتمش دچار غرور شد و خودش رو به جای خدا دید و از اونجا تبدیل شد به یک شخصیت دقیقاً پایین توی اوستا. اوستا با اون کتاب گاهان که گفتید فرقش چجوریه؟ ببینید قضیه اینه که چیزی که مشخصه، خب قدیم کتابت خب خیلی سخت بوده. گاتها به شعر، یعنی شعرهای هجایی هستش که اشوزرتوش گفته. تمام پژوهشگرای بزرگ دنیا اعتقاد دارن که سراینده اینها یکی بیشتر نیستشون، اصلا ریتمش و تیپش ایناش کاملا مشخصه. هر فصلش هم که 5 تا فصل هست، احناد، اشتوست، پندوت، بخشتر و اشتهش، هر کدوم وزنهای خاص خودشون. پس یک ذهن آگاه مشترک اینا همه رو گفته. زمان هخامنشیان تمام نوشته هایی که به زبان اوستایی بوده جمع آوری شده بوده توی 2 تا نسخه. یکی دژ نوشته بوده، یکی گنج شپیگان که یکیش توی آتشکده آذرگوش هست بوده و یکیش هم توی دژ نوشته. توی 16000 پوست گاو اینها رو نوشته بودن. پس تو دل اینها هم گاهان بوده، هم تمام علوم زمان. چون میدونیم بالاخره کسی که پاسارگاد رو میسازه، تخت جمشید رو میسازه، از علم جهان بی بهره نبوده، تمام علمو داشته دیگه. اتفاقی که میفته تو حمله اسکندر، یکی از این نسخه‌ها سوزانده میشه و میگن به سفارش استاد اسکندر سقراط نسخه دیگر رو منتقل میکنن به یونان و اوستا ایران از دست میره. توی دوره بعد از سلوکم بلاش اشکانی وقتی میاد رو کار دستور میده که هر چه موبدان، هر چی از اون اوستا تو ذهنشون، تو حافظه‌شون هست، بیان جمع آوری کنن. پس بلاش اشکانی یه دور دیگه این اوستاها رو جمع آوری میکنه و در زمان ساسانیان زبانشون موقع دیگه شده بوده پهلوی. زبان فارسی میانه که مادر فارسی ما هستش بهش میگن پهلوی. این زمان ساسانیان این شده بود زبان اصلی و این زبان با زبان اوستا کلا متفاوته، اصلا خواهر برادر هم نیست، اصلا چیز بود و اینها به زبان اوستا دسترسی نداشتن. برای اینکه بتونن اوستا و زبان اوستا و گاهان رو داشته باشن، زند و پازند شکل میگیره که شروع میکنن با خطی که اختراع میکنن اسم خط دین دبیره اون متون رو نوشتن و به نوعی ترجمه کردن به زبان فارسی میانه که اینها دقیقاً حفظ بشه. ولی مجموع اوستا در 21 نسل در زمان ساسانیان جمع آوری میشه. متاسفانه از این 21 نسل طبق اسنادی که تو دین کرد و نوشته ها هستش، بعد از حمله اعراب به ایران ما فقط 1/4 دستمون رسیده. که اون 1/4 توی 5 بخش ما جمع آوری شده: یزدها، یشتها، ویسپرد، وندیداد و خرد اوستا، که این شده 5 بخش اوستا. حالا یزدها 72 تا بخش داره، میده 72 یکی از مقدس‌ترین عددها تو دین زرتشتیه و اصلا یاران زرتشت وقتی که کشته میشه 72 تا بودن توی آتشکده برق و این 72 تا در حقیقت بخش داره که این 17 تا سرود گاهان وسط این 72 تاست. یعنی به نوعی دقیقاً گاهان باز در دل این اوستا حفظ شده و به دست ما رسیده. یعنی گاهان بخشی از اوستایی که به دست ما رسیده و حالا ما بیشتر این اوستایی که به دستمون رسیده اعتقاد داریم بیشتر بخشای آیینیش رسیده. اون بخش‌های علمیش، فرهنگیش، اونها بیشتر از چون می‌بینیم مثلا تو فشار که بودن زرتشتی‌ها کتاباشو سوزونده می‌شده، اون کتاباش از دست می‌ره، ولی کتابای اوستا رو تو هر سلطنتی بوده نگه می‌داشته و اینا رو حفظ می‌کرد. برای ما نسخه‌های اوستا بیشتر به دست رسید. مثلا اون بخش فتحون مثلا می‌دونید که شاهنامه از روی خدای نامک نوشته شده دیگه. این همه داستان که فعل بدار ساخته نشده، خود فردوسی دقیقاً میگه، ولی خود اون خدای نامک به دستمون نرسیده. دیگه اون اصلا هیچ اثری ازش نیستش دیگه. اصلاحاتی که حضرت زرتشت داشتن تو از بعد اجتماعی هم داشت، حالا بعد فکری و اعتقادشو گفتید شما. ببینم به صورت مصداقی چیزی میتونید بگید. ببین نکته‌ای که هست اینه که قدمت دین زرتشت قدیمه. یعنی ما میدونیم که تاریخ زرتشت از 16000 سال پیش نقل قول کردن تا 6000 سال پیش. ما خود زرتشت اعتقاد به 3800 سال پیش. برای همین مثلا من اگه بخوام هر صحبتی رو بگم یک نوع برداشت تاریخیه. چون مثلا میگم من از مثلا میام تحول فکریش رو وقتی میگم خب میشه مثلا نوشته‌های قبل از زرتشت رو مقایسه کرد با بعد از زرتشت از زبانشناسی و به این نتیجه که زرتشت یک انقلاب فرهنگی رو شکل داده. ولی اینکه انقلاب مثلا سنتیشو بخوام بگم یا غیرشو بگم، اونها بیشتر استناد میکنن به تاریخ ثبت شده. نه استناد میکنن مثلا انقلاب سنتی رو برمیگردن به هوشنگشاه که مثلا آتش رو کشف کرد، تحمورس زیناوند که اصلا اسم زیناوند روش شد چون بعد از کشف آتش تونستن دقیقاً آهن رو از دل سنگ جدا بکنن و ابزار بسازن. بعد شاه جمشید که آتشکده ها رو بنا گذاشت و آموزش پرورش تو ایران واسه. پس برای همین قسمت‌های تمدنیش ما حقیقتش بیشتر به اون تاریخی که مکتوب شده حالا تو شاهنامه هست دقیقاً نگاه می‌کنیم. ولی چیزی که من خودم اعتقادم این ویژگیه که دقیقاً زرتشت حالا بر اساس همون شاهنامه و اینها هم تاثیر داشته، این بوده که باعث یک جدا از تحول فکری که دقیقاً هست یک همبستگی با ارزش توی فرهنگ ایرانی شده.
چون از یه طرف میاد مقابل جنگ و ستیز و اینها وای میسته، اصلا میگه آقا جنگ و ستیز رو بد کنم بذاریم کنار. از یک طرف دیگه میاد هدف میگذاره، میگه اصلا اومدیم که این جهان رو بهشت بکنیم، یعنی اصلا بهشت کردن این جهان تا مدت‌ها جزء آرمان‌های دقیقاً انسانی بود، خوشبختی یا شادی اینها دقیقاً جزء بحث‌های بود. و بعد چیزی که از تاریخ مشخص میشه اینه که به شدت این جنگ‌های داخلی و اینها حذف میشه و اون در حقیقت مراحل رشد تمدن به دلیل این فلسفه فکری که تو تازه کردن بوده، ما حالا اثراتش رو توی دقیقاً شاگوشتاس با نوشته که از شاگوشتاس شایی هستش که در زمان مثلا زرتشت بوده، اونها کاملا میبینیم. ولی راستش بخوای اگه بخوام مستند بگم که چیزی هستش به صورت مشخص نمیشه گفت، ولی مثلا ما زرتشتی یک کشتی به کمرمون میبندیم، یک کمربندی هست که این اتفاقا هم 72 تا بند داره و این دقیقاً زمانی که زرتشتی به سن 15 سالگی میرسه و میاد با اختیار دین خودش رو انتخاب میکنه، این رو میبنده که عهد و پیمان ببنده. مثلا میگن قبل از زرتشت هم این بوده برای سن بلوغ، ولی اون از بلوغ جسمانی تبدیل شد به بلوغ دقیقاً روحانی یا بلوغ فکری که مثلا اشو زرتشت انجام داده. یا حتی مثلا تقویم روما تو سنت زرتشتی میگیم اختراع زرتشته، ما میگیم مثلا تا قبلش این گاهشماری به این صورت نبوده، زرتشت بوده. ولی اینکه چقدر مستند چقدر دلیل وجود داره اینا رو 100%